کیرم تو کت خواهر مادر وزیر نیرو آقای عباس علی آبادی، کیرم تو وزارتت، دفتر وزارتت، کیرم تو پزشکیان که توی بیناموس معرفی کرد به عنوان وزیر نیرو، کیرم توی مجلس که این تاییدش کرد، رأی تایید بهش داد، کیرم تو دانشگاهی که بهت مدرک داد آقای عباس علی آبادی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران. سرچ کردم حتی دانشگاه هم درس خوندی، چی رو منم نمیدونی مادر. حالا برق میبری باشه، حداقل آقا یه چیزی طراحی کنید بگه فلان ساعت برق میره فلان ساعت میاد، حداقل مردم عقبش دستگاهی انی دارن خاموش کنن. نه یه سایتی طراحی کردی گفته 11 میره 9 میره، گفته نمیدونم 9 میره 8 میره، هر 4 باری که زمان میدید شاید نهایت 2 بارشو درست بگید، 2 بار دیگه به تخمتون مردم، اونم شاید 2 بار درست باشه. بابا مردم دستگاه داره، یارو با دیالیز زندگی میکنه، نمیدونم چی. حالا برق میبری ببر، زمان بده حداقل مادر بی‌ناموس تخم سگ آقای عباس علی آبادی. آخه تو چه وزارتی را انداختی؟ ما میخوام بدونم کارت چیه بی‌ناموس. یه بار یه فیلمی بگیرید تو چه گوی میخوری تو وزارت خونه. آقا مردم میگه تو کست مادرتون پول در میارن، دستشون رو میکنن تو کست مادرتون پول در میارن. یارو یک پلی استیشن خرید بازارات بدبختی، خب وقتی وصله برق میره خب کی تو کست خواهر مادرت زمان بده که قبلش یارو قطع، یعنی تو حتی نمیدونی برقو کی میخوای قطع کنی. اون بی‌ناموسی که میزنه رو دکمه، بی‌ناموسی که میزنه رو دکمه قطعی برق، آقا قبلش یه خبر نمیدونی کی میخواد برق بره. کی تو کس خار مادر پزشکیان که این بی‌ناموس عباس علی آبادی رو معرفی کرد و مجلس که تاییدش کرد. چیرم تو این هیئت دولت مال عقبه، یکی بی‌ناموس تر، یکی مادر جنده تر. چی تو کس خار مادر هیئت دولت؟ میخوام بدونم برق خونه خودتون هم همینطوری میره مال عقبه؟ خب تو ذاتتون بی‌ناموسا کچ کشا.